دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. امروز ما براتون نشان میدم که چگونه برای تحصیل در ترکیه به مصارف شخصی اپلای. به خاطر اپلای کردن اولا به طور عموم براتون گپ میزنم. به بسیاری از کشورهای دنیا روند معمول اتر است. و پوهنتون اپلای میکنین، بعدش اونا براتون کاندیشنل لتر روان میکنن اگه شما را قبول کردن یا شما با شرایطشون برابر بود. بعدش براتون دم کاندیشنل لتر تمام شرایط وضع میکنن که چی باید بکنین یا چی نکنین. برای در بسیار پانتونا براتون وقتی که کاندیشنل لیتر روان کردن اونا براتون میگه واضح میکنه که اینا شما به اینی اندازه فیس پانتون ما رو تحویل کنین. بعدش ما به شما اکسپتنس لیتر میدیم. بعدش که شما فیس از واره یا در بانکشان روان کردین یا از طریق ماستر کارت تحویل کردین هر رقم کردین، بعدش اونا به شما اکسپتنس لیتر روان میکنه. بعد شما میتونین که فایل ویزا رو جور کنین یا برین به ویزا اپلای کنین. تحصیل در ترکیه از افغانستان چه قسم است؟ همین کار را که از این کانسلتنسی ها میکنن تمامش خلاصه میشه به این و پانتون اپلای میکنن، براتون ادمیشن میگیرن. بعدش هم براتون میگن که این فایل دانه چک لیست سفارت براتون میگه چیزا را پوره میکنین. بعدش میرین فایلتان به سفارت تسلیم میکنین. از افغانستان پانتونای ترکیه بسیار زیاد هستند، میتونن براتون ادمیشن بدن، اما شانس ویزیشون بسیار کم است. این را مد نظر بگیرید، چون بسیار افغانای ما کجا رفتن درس نخواندن یا کدام طرف دیگه رفتن یا اوجا به کار و بار از دیگه با شروع کردن. خب اینا ما براتون نشان میدم که شما چطور به یک پانتون اپلای کنید. ما اینجا یک پانتون گرفتیم به طور مثال کدار یونیورسیتی است، این در استانبول موقعیت داره، در ترکیه استانبول. از بهترین پانتونهای ترکیه است که شرایطشون نسبتا آسان است، افغانها را قبول میکنن. بسیار پانتونهای دیگه هم هستن، باز اونا را اگر میخواستین ما در ویدیوهای دیگه براتون جور میکنم که چگونه برشان اپلای کنیم. خب فعلا از کجا شروع میکنیم؟ روی گوگل کام بدین از کدار یونیورسیتی سرچ بزنیم، مستقیم سایتشان می اینجا می از این قسمت روی اینترنشنال استودنت کمی کلیک بزنین، میاین روی از این صفحه. در این صفحه براتون تمام معلومات از این گپا پیدا میشه، رشته ها و چگونه اپلای کنیم و فیس و از این گپا. بالا تویشن فیس بی کلیک بزنیم و این صفحه میایم که تمام فیس ها و تمام پروگرام هایی که هستن براتون نشان میده. در این پانتون به نظرم پروگرام های طبی هم هستن و کامپیوتر ساینس و هر چی که بخواین، هر رشته که بخواین پیدا میده. خب به طور مثال ما این فیس ها را هر وقت که دیدین براتون رشته را انتخاب کنین مطابق رشته تان. یک رشته را انتخاب کنین، از او برین باز ریکوایرمنتشان رو ببینین که بسیار راحت است که بسیار چیز. در بخش فیسان براتون بگیم که فیسایشون از $3000 تا $5000 کمال فیسشان است. پروگرامشان به خاطر ماستری. بر لیسانس باز به سمستر و به بس کل پروگرام و در ادوانس که همه چیزش براتون خودشان اینجا گفتن میتونین اینجا رو چک کنین. و ما در این قسمت میام اگر میخواستین که اپلای کنین بالای اپلای ناو کلیک میزنین مستقیم به این صفحه میاد. از این صفحه دیگه اینا رو پیش میدیم. در اول خو مو انتیکش هسته که با کدام انتیک شما اپلای میکنین. فعلا امین انتیک اسپرینگ 2025 2026 باز است. بالای کلیک میکنم، نکست میزنم. از این قسمت میخواین به کدام پروگرام اپلای کنین. یک موضوع دیگه که یاد من نره، در ترکیه برای اسپرینگ انتیک یا سامر انتیک با بچلر بسیار پانتونای کم است. این پانتون با بچلر در سامر انتیک یا اسپرینگ انتیک یا در فبروری جنوری شما نمیتونین برش اپلای کنین. در سپتامبر انتیک از باز بچلر باز میشه. خب من حالا ایران ماستر انتخاب میکنم، پیش میریم. خب از این قسمت اول باید شما ایمیل تان اینجا وارد کنین. من ایمیل ما میزنم به طور مثال این، بعدش next. اینجا میگه verification code has sent your email address و یا این یک کد دمی ایمیل آدرس مرا کدام اینجا میبینم که این اومده. این کپی پست میگیرم، دوباره میام اینجا میزنم verify میکنم. این حالا ما شما یعنی لاگین شدیم، میریم بالای application for Balea new student next. ببینید طریقه ثبت نام بسیار آسان است. ضرورت نیست که شما به یک کانسلتنسی یا به یک کس دیگه پول بدین که اونا براتون اپلای کنه. بسیار راحت خودتان میتونین از این قسمت اپلای کنین.
اینجا در این قسمت کامپیوتر ساینس سرچ میزنین در پایین براتون میاد رشته هایی که هست. خب ما مثلا اینجا کامپیوتر انجینیرینگ تیزیس انتخاب میکنم، یعنی پروگرام یک مسترش باشه. اوجه فیسایشان رو با شما دیجی چک کنیم که پروگرام هایی که تیزیس بیس است اونا باز کمک قیمت میباشن و مجموع فیس ها به نظرم $5700 است. و پروگرام انتخاب میکنم، نکس میکنم. از این قسمت دیگه این حال شروع میشه. اینجا نامتان نوشته میکنیم، مثلا به طور مثال من نوشته میکنم علیم. اینجا last name احمدی. جندر انتخاب میکنیم میل. پاسپورت نمبرم به طور مثال میکنیم این به طور مثال با شما خودتان انتخاب کنین. سال تولدم من از اینجا میگیرم که 2007 جنوری و از سیتیزنشیپ شام میگیرم افغانستان. بسیار آسان و راحت. Do you have Turkish ایرانو میگیریم چون ما نداریم یک سیتیزنشیپ ترکیه را. بلو کارت هم نداریم، نو میگیریم. ایران هم نداریم، ایران هم میگیریم. اگه شما داشتیم میتونی از بگیریم، بعدش اونا شاید اسپیشن دیگه معلومات رو میکنن، شاید نخوان. خب ما فعلا نو میگیریم. کانتکت انفورمیشن یه میگیریم افغانستان. موبایل نمبر یک موبایل نمبر نوشته میکنیم، مثلا این افغانستان. از کجا درباره ما شنیدین نوشته میکنیم، مثلا یونیورسیتی وبسایت. آدرس هم بعدش بالای نکست کلیک. خب مرحله اولش تکمیل کردیم. به این قسمت میایم نیم آف سکندری سکول از کجا مکتب خواندین برش نوشته میکنیم. مثلا من برش نوشته میکنم کاردان های سکول. و از اینجا ایژوکیشن سیستمش که هسته فیس تو فیس آنلاین نیسته. کانتریشم از افغانستان. بچلر انفورمیشن هم میتونم مثلا میگم کاردان یونیورسیتی. پروگرام آف بچلر هم میگیرم بچلر آف درست. اینجا هم کانتری آف بچلر هم میگیریم افغانستان. بعدش بالای نکست کلیک میکنیم. اینجا داکومنت است به شما میخوایم به خاطر که ما بر ماستری اپلای میکنیم. اینجا بچلر دیگری است به شما میخوایم. اینجا هم ترانسکریپتش هم میخوایم. اینجا هم پاسپورتتان هم اپلود میکنیم. اینجا هم لنگویج سرتیفیکیت کدام چیز داشته باشین که در افغانستان پانتونایی که به انگلیسی درس میتن از اونا شما میتونین از اون پانتونی که خواندین اگه به انگلیسی خواندین میتونین به پانتون راه نرفته از اونجا یک لیتر ام آی میگنشه میدیا آف اینستراکشن، یعنی کو تایید میکنه شما در سایتان به انگلیسی خواندین. اینجا بچلر دیگری اپلود میکنم. مثلا ایره من انتخاب میکنم و شما کارت انتخاب کردین انتخاب کنید. ایره صرف میکنیم که اپلود شد. برای هم ایره انتخاب میکنم. ایره با شما درست انتخاب کنید. مثلا آزمایشی هم انتخاب میکنیم. این بچلر ترانسکریپت تان هسته که ترانسکریپت 4 ساله تان از بچلر رو میگیرین اینجا اپلود میکنم. اپلود شوم. ببینین دوستا اینجا که اینی تیک مارکه که سرخ هسته اینی کس ای باید حتما باشه. اگر مثلا اینجا نیسته که اگه نداشته باشن هم چیز گپ نیست میتونین اپلود کنین. پاسپورتم من فقط اینجا انتخاب میکنم. این دوتا را اگر نداشته باشین هم چیز مشکلی نیست چون علامه که سرخ نیست بادشان لازم نیست. می اپلود شو من نکست میزنم. اینجا مراحلش براتون نشون میده که مودر داکومنت رسید. من نکست میزنم.
از این قسمت هم پیش میره. اینجا معلومات تان ریویو کنید. این ریویو کردین که چیزها را درست رساندین یا نه. یک نیکس میکنیم. نیکس بزنین اپلیکیشنتان تا سابمیت میشه. دیگه اینجا اپلیکیشنتان میتونین ترک کنید که اینجا در کدام مرحله است. این هم نمبرتان امو اپلیکیشن نمبرتان است که هر وقت میخواستین از اینجا میتونین چک کنید که در کدام مرحله است. بریم از ما در evaluation فاز است. بعدش که اونا یک دفعه ایره ببینن باز میره به ریویو. بعد از ریویو میرن به آفر لیتر. بعدش آفر لیتر که آمده که پیمنت میکنین. بعد از پیمنت اکسپتنس لیتر باز فاینل رجیستریشنشون ترکیه فیزیکی میشن. نکست کلیک بزنین. شما اینو تگ ایمیل میاد. ببینین که برطانه your application is submitted. The application is received. یعنی اپلیکیشنتان بر ما رسید و به خاطر از اینکه اگه شما میخواستین ما میگه ایره ایوالویت میکنیم در 3 روز براتان اطلاع میتیم. اگر میخواستین شما خودتان چک کنین و یا اد کنین و پی از اینکه پاره کنین registration fees به خاطر از باید از این لینک استفاده کنین. بالا از این لینک کلیک کنین اپلیکیشن پورتال میاد. اینجا ببینید ترک اپلیکیشن. خب از اینجا که مستقیم کلیک کنید در این صفحه می اینی رو ما کپی میکنیم کنترل که اینجا ایمیل ما میذارم. اینجا بعدش اینجا میگه ایمیلتان رو وریفای کنید. اینجا وریفیکیشن کد برنامه میاد. این رو میگیرم. بعد از این حال شما میتونید ترک کنید اپلیکیشنتان که کدام باشه. خب دوستا این بوده که چطور ما میتونیم به اسکودار یونیورسیتی اپلای کنیم خود ما. شما اگر میخواستین این کار سر کنسولتی ها هم کردن میتونید. خونه از پیشتان اول پول میگیرن. بعدش دیگه ضمانتی هم نیست که ویزا میایه یا نمیایه. اونا پول خود میگیرن. شما $1000 در پانتون ثبت نام میکنید. و یک گپ دیگر هم بگیم در ترکیه در پانتون که اپلای کردین در آفر لیتر از او فقط در اول $1000 میباشه. خدا کنه فیسشان $6000 باشه. خدا کنه $10000 باشه. خدا کنه 2000 باشه. اول آفر لیترشان $1000 میباشه. او را برشان سابمیت میکنین. دیگه که اونا اکسپتنس لیتر براتان روان کردن میرین سفارت فایلتان تسلیم میکنین. و اگر سر کنسلتنسی هم کنین اینمی کار براتان میکنه. فقط انمو پول پروسس خود از پشتون میگیره. پس خود خودتان اپلای کنین. اکسپتنس لیترتان که آماده برین به چک سفارت بگیرین. اسنادتان آماده کنین و ویزا اپلای کنین. دیگه یک موضوع را بگیم که از قبل چانس ویزیت تحصیلی بسیار کم است. بسیار دوست دارم که ریجکت میشدن. شما که میخواستین میتونین اپلای کنین. این بود این ویدیو. ما درباره دیگه پانتونای ترکیه هم براتان ویدیو میسازم. بعدش اگر میخواستین دو و فعلا خلاص.